سلام بچه‌ها، چطورید؟ می‌خوایم با هم دیگه این صحنه رو ببینیم که تنظیم و رندرش به چه شکلی بوده که رندر ما اینقدر شارپ در اومده. پس بریم داخل 3D Max و تنظیمات رندر رو بررسی کنیم و بتونیم این سری توضیحات رو راجبش بدم. خب ببینید، ما توی تنظیمات رندر تو سربرگ کاما اومدیم یک رزولوشن تعریف کردیم. بچه‌ها رزولوشن خیلی مهمه. مثلا اگه این رزولوشن روی 500 باشه به جای 2000، ما تصویرمون رو پیکسل پیکسل می‌بینیم و هر چقدر این رزولوشن بیشتر باشه، این پیکسل های صحنه ما ریزتر میشه و در نهایت رندر ما شارپ‌تر میشه. البته باید این رو توجه بکنید. مثلا ببین ایمیج اسپکت من روی 18 اوکی. چرا این کارو کردیم؟ به خاطر اینکه این پست قرار بود داخل این رندر قرار بود داخل پست اینستاگرامی گذاشته بشه و سایز پست اینستاگرامی رزولوشنش، توجه بکنید اینجا من اینو تغییرش بدم 1350 بکنمش، 1080 در 1350 پیکسل. اوکی. واسه اینکه کیفیتش بالاتر بره، وقتی که من این رو قفل کردم این عدد رو میبرم بالاتر، مثلا اینو میذارم رو 2000، دو برابرش میکنم که کیفیتم بالاتر بره. البته این باعث میشه که تایم رندر ما بالا بره. خب پس در یه حد معقول این کار رو انجام بدید، نیایید الکی برای خودتون عدد رو زیاد بکنید چون خیلی زیاد فشار میاره به سیستمتون. پس تو سربرگ اول ما این گزینه آوتپوت سایز برامون خیلی خیلی مهمه. توی سربرگ ویری میام، من توی ویری حالت ایمیج سامپل رو روی حالت پاکت میذارم، معمولا نتیجه بهتری ازش میگیرم توی کارهایی که انجام میدم. برای همین میام و باکت میذارمش، مین ساب دیوایس روی 1 و مکس ساب دیوایس رو 10 گذاشتم. اگه بخوام کیفیت بالاتر داشته باشم میتونم این عدد رو بالاتر ببرم که نویز صحنه من کمتر بشه. اما عدد 10 برای من توی این صحنه کافی بود. با توجه به صحنه‌تون این عدد رو کنترل بکنید. روی حالت تستم من معمولا روی 4 میذارمش توی تست رندر، یعنی میخوام رندرم رو خیلی سریع ببینم که بتونم نور و محیط رو کلا چک بکنمش. اوکی. نویز ترشولدم اینجا روی پیش‌فرض روی 1/100. اگه ما بخوایم نویزهای صحنه ما خیلی ریزتر دیده بشن و یه جوری محو بشن، این عدد رو باید کوچیک‌تر بکنیم، مثلا 205. من معمولا این کار رو انجام نمیدم مگر اینکه کیفیت خیلی خیلی زیادی نیاز داشته باشم. چرا؟ چون باز هم تایم رندر ما رو به شدت بالا میبره. خب این تا اینجای کار. میریم تو سربرگ جی آی. من روی ایرادنس مپ کار میکنم و لایت کش. ایرادنس مپ توی ورژن جدید داره از بین میره، ولی فعلا که هست ما ازش استفاده میکنیم. چرا؟ چون سرعت رندر بالاتری داره و قرار جاش بورد فورس جایگزین بشه که الان هستش، ولی قراره که اون حذف بشه و فقط بهمون بتونیم با بورد فورس رندرمون رو بگیرم. برای ایرادنس مپ میذارم، تنظیماتش هم میذارم روی ولی لو. زیاد مهم نیستش، مهم هست نه اینکه مهم نباشه، ولی من توی رندرام ولی لو میذارم که سریعتر به نتیجه عالی برسم. شما میتونید با توجه به رندرتون این عدد رو، حالا این مودش رو بالاتر ببرید، مثلا رو لو بذارید، رو مدیوم بذارید، رو های بذارید، وری های بذارید و چیزای دیگه. لایت کش هم پیش‌فرض روی 1000، رو 1000 نگرش می‌دارم. اگه بخوام کیفیتم باز بالاتر باشه، یه بار دیگه کیفیت با هم دیگه ببینیم. البته من اینجا یه پست پروداکشن هم کردم که توی آموزش‌های بعدی براتون میذارم پست پروداکشن و اصلا الیمنت هایی که داخل صحنه گذاشته شده چجوری ما الیمنت ها رو تعریف کنیم. پس حتما چنل رو سابسکرایب بکن و کامنت انگلیسی هم برام بذار که از این پست‌ها جا نمونیم. اوکی، حالا برگردیم ببینیم که کیفیت خوبیه، یعنی ما با توجه به اون صحنه که نیاز داشتیم اومدیم کیفیت رو تعیین کردیم براش. پس روی 1000 هم میتونه ساب دیوایس کافی باشه. توی ستینگ من کار خاصی انجام ندادم و توی رندر المنت ها دی نویزر اضافه کردم که نویزهای تصویر من رو بلر بکنه و از صحنه من بگیره. ویری ای او تعریف کردم واسه اینکه من بهتون نشون بدم این ویری ای او منه، واسه اینکه دیتیل کارم بهتر دیده بشه که توی پست پروداکشن بتونم ازش استفاده بکنم. و دیگه بهتون بگم اینجا دیفیوز فیلتر گذاشتم واسه اینکه کیفیت تکسچر هامو رو بتونم توی فتوشاپ کنترل بکنم. ویری شادو گذاشتم که بتونم سایه ها رو کنترل بکنم. رفلکشن گذاشتم که بتونم رفلکت های صحنه‌ام رو کنترل بکنم. رندر آیه گذاشتم که بتونم سلکت های دقیق تری انجام بدم. اسپیکولار گذاشتم واسه اینکه درخشش صحنه من، دقت بکنید متریال های درخشش دارن با در واقع اسپیکولار، المنت اسپیکولار رو ما میتونیم کنترلشون بکنیم و اینجوری کیفیت کارمون رو بالاتر میبره. و در نهایت یه وایر کالر گذاشتم که بتونم اون تقسیماتی که خودم میخوام داخل فتوشاپ رو داشته باشم. ببینید اینجا رو من نمیدونم چرا این میره روی اون که مانیتورم. من مثلا تعریف کردم با متریال کف، این البته رندر آیدیه، وایر کالر اینه. مثلا تعریف کردم برای متریال کف کلا رنگش سفید باشه که توی فتوشاپ راحت بتونم سلکتش بکنم، یا مثلا آبجکت هایی که برای من مهم بوده اومدم قرمزشون کردم که راحت بتونم سلکت درستی رو انجام بدم. در نهایت وقتی که من این رندر رو گرفتم توی حدوداً 20 دقیقه 25 دقیقه این رندری که مشاهده میکنید رو به من
داد. البته میگم این رندر قبلش این بوده، دقت بکنید. در واقع این رندر رو به من داد که من با پست پروداکشن رسوندمش به یه همچین رندری. پس اگه میخوای بدونی که چجوری اینجوری شده توی پست پروداکشن و المنت ها رو چجوری باید تعریف بکنم، تنظیم بکنیم، باز میگم چنل رو سابسکرایب بکن و برامون کامنت انگلیسی بذار. خیلی مخلصم. تا آموزش بعدی، وقت بخیر. خدا نگهدارت.